روز بخیر بیننده عزیز آزادی، خوشحالم که باز هم با خبرهای تازه در خدمت شما هستیم. من مولا رجب یوسفی دوام 10 دقیقه دیگر در برنامه نوید بامدادی همراه شما خواهم بود. امروز 9 ایول است و ساعت در دوشنبه 11. سرخط خبرها: تیرپرانی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان. گمانبری اساسی نشان داده است که رفایده را چخل به قتل رساند. و قطع پرواز شرکت سیبر از دوشنبه به ولادیواستوک. در یک تیرپرانی در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان 2 مرزبان کشور همسایه زخمی شدند. نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در اعلامیه گفت حادثه پس از ظهر 8 ایول رخ داد. چند ساعت پس از اظهارات خدمات مرزبانی قرقیزستان رخ دادن تیرپرانی را تصدیق کرد و گفت معلومات درباره آسیب دیدگان درگیری تحقیق می شود. نیروهای مرزبانی تاجیکستان میگوید تیرپرانی پس از آن شروع شد که 4 سرحدبان قرقیزستان با لباس آمیخته ملکی و حربی و سلاح آتشفشانی کلاشنیکوف سرحد تاجیکستان را در منطقه روسراووت ناحیه دیوشیچ ولایت سوغد غیر قانونی گذاشتند. ولی مقامات قرقیزستان حادثه را حمله ناگهانی به نیروی مرزبانی خود نامیدند. در اظهارات طرف تاجیکستان گفته می شود نامردگان مقصد داشتند که از حدود جمهوری تاجیکستان 9 اسب ساکنان ناحیه دیوشیچ را به قلمرو جمهوری قرقیزستان انتقال دهند. اما طرف قرقیزستان در اعلامیه خود میگوید هیئت سواره مرزبانی که در نزدیکی عقبه چشمگیلدان ناحیه لکلک ولایت بادکن وظیفه خود را در دیدبان خط مرز انجام میداد از طرف مرزبانان تاجیکستان هدف حمله قرار گرفت. ولی بنا به اظهارات نیروهای مرزبانی تاجیکستان سرحدبانان قرقیزستان به امر مرزبانان تاجیک اطاعت نکرده از سلاح آتش گشودند. در نتیجه تیرپرانی جواب 2 سرحدبان قرقیز زخمی گردیدند. به اطلاع رسمی مقامات تاجیکستان و قرقیزستان در جای حادثه بوده قضیه را تحقیق میکنند. تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 976 کیلومتر مرز دارند ولی حل نشده ماندن مقام 504 کیلومتر سرحد سالها باز به یکی از مشکل جدی میان 2 همسایه تبدیل شده است. بعد 5 روز قتل وحشیانه رفایده عنایتوف 8 ساله گمانبری اساسی به کارمندان پلیس نشان داده است که چگونه این جنایت را صادر کرد. رفایده روز 4 ایون از منزلشان در شهرک نواد ناحیه رودکی بیرون شده ناپدید شد. بعد 1 روز جسد سرستن جدای او را از حاجتخانه همسایه پیدا کردند. در قتل او همسایه‌شان رحمت الله گدایف گمانبر است. ولی جان عنایتوف پدر رفایده به رادیو آزادی گفت روز 8 ایول کارمندان پلیس و دادستانی همسایه‌شان را به منزلش آورده در نوار ثبت کردند. به گفته همصحبت ما رحمت الله گدایف نشان داده است که چگونه دختر 8 ساله را به قتل رساند. مقامات پلیس بجز از خبر بازداشت گمانبر دیگر هیچ جزئیات دیگری درباره حادثه نمیدهند. پدر رفایده گفت در وقت ثبت گمانبری اساسی که همسایه‌اش است به آنها اجازه ندادند که نزدیک شوند چون ممکن است بین آنها و گمانبری قتل دخترش مناقشه سر زند. درباره بازپرسی متهم اصلی در قتل رفایده اطلاع رسمی در دست نیست و دقیق نیست که او در بازپرسی دیروزه در منزلش چی گفته است. نوار چنین بازپرسی‌ها که دقیق نیست تحت چه شرایطی ثبت می‌شوند در تلویزیون‌های دولتی پخش خواهند شد. قتل رفایده 8 ساله واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی در پی داشت و گروه از فعالان جامعه شهروندی از رستم امامعلی طلب کردند که قضیه را زیر نظارت گیرد. دفتر مطبوعاتی پلات بالای پارلمان مجلس ملی در واکنش به درخواست جامعه شهروندی گفت رستم امامعلی به دادستانی کل دستور داده است که قضیه را پر تحقیق کند. همسال 2 ایول همچون روز بین‌المللی خبرنگاران ورزشی جشن گرفته می شود. در تاجیکستان هم بخش ژورنالیستیک ورزشی سالهای اخیر رشد کرده است و کشور صاحب شبکه مخصوص ورزشی است. بخشیده به روز بین‌المللی خبرنگاران ورزشی درباره شارح ورزشی رادیو آزادی نرزالله لطیف برایتان میگوییم. این صدای گزارش از سبقت میان تیم‌های فوتبال دیناموی مسکو و پامیر دوشنبه در مسابقه لیگ عالی SSSR در سال 1989 است. شارح این بازی نرزالله لطیف یکی از اولین ژورنالیستان ورزشی معروف و سابقه‌دار تاجیک است که صدای این گزارش را در لنته تاکنون در آثارخانه خصوصی خود حفظ کرده است. در جشن 20 سالگی تأسیس انجمن ژورنالیستان رشته ورزشی تاجیکستان اعضای آن در همایش از کار خبرنگاران ورزشی نتیجه گیری کردند.
سهم این اتحادیه در چی است که تمام روزنامه‌نگاران رشته ورزش را با هم آورده است و با هم آمدن و با هم نشستن، از یکدیگر آموزش گرفتن، تجربه گرفتن. این یک هدف این اتحادیه و به ویژه که رئیس آن آقای نرزا لطیفه هستند می باشد و امروز تمام روزنامه‌نگاران ورزش از نمودهای گوناگون ورزش مجریگی میکنند و میبینیم که آگاهی مردم و علاقمندان به ویژه رشته ورزشی تاجیکستان خیلی زیاد شدند. اما با قول برخی از شرکت‌داران انجمن حالا نیز در برخی از رسانه‌ها روزنامه‌نگاران در بخش‌های گوناگون ورزش گزارش و شرح می‌دهند که چندان وارد آن بخش نیستند. در اون زمان شوروی با چی مشکلات ها یک شخص مثلا با اون طریق با این ساحه راه میافت که امروز باشد خیلی شخصانی عادی که از ورزش خیلی هم دورن، فرسخ‌ها دورن و عموما ورزشگر نیستند. خودی نرزا لطیف بارها چمپیون تاجیکستان اومد با فوتبال است. کسی نمیداند که چمپیون تاجیکستان است. فکر میکنند که نرزا لطیف فقط روزنامه‌نگار است. انجمن خبرنگاران ورزشی تاجیکستان حالا بیش از 70 اعضا دارد. اکثریت بخش ورزشی رسانه‌های داخلی و خارجی فعال در تاجیکستان را معرفی می‌کنند. شرکت هواپیمایی روسی سیبریا SF ایرلاینز خبر داد که پروازهای خود را از دوشنبه به ولادیواستوک قطع می‌کند. شرکت سبب قطع پروازها را به نپوشاندن خراجات ربط داده است. 2 ماه اخیر شرکت سیبر در خط سیر دوشنبه ولادیواستوک پروازهای چارتری انجام میداد. مسئولین شرکت در صحبت به خبرگزاری روسی سپوتنیک گفتند نرخ معین کرده آژانس آویاسیون شهروندی تاجیکستان خراجات پرواز در خط سیر دوشنبه ولادیواستوک را نمی‌پوشاند. به این خاطر شرکت قرار داده است که پروازها را در این مسیر قطع کند. مهلت پرواز از دوشنبه تا ولادیواستوک 7.5 ساعت و وقت پرواز از دوشنبه تا یکاترینبورگ 2.5 ساعت می باشد. ناممکن است که برای هر دو خط سیر نرخ یک خیل جاری شود، گفته است نماینده شرکت سیبر. آژانس آویاسیون شهروندی تاجیکستان ماه می به شرکت‌های هواپیمایی دستور داد که نرخ چپته پرواز از تاجیکستان به روسیه را از $500 زیاد نفروشند. تصمیم آژانس در پی ناراضگی مسافران رسانه شد که گفتند نرخ چپته تا 15,000 سومانی شده است. میان تاجیکستان و روسیه از ماه مارس سال 2020 تا اپریل سال روان پروازها قطع شده بودند. فعلا میان تاجیکستان و روسیه هفته 4 پرواز دائمی و 10 پرواز چارتری صورت میگیرد. بخش یک روز تاریخ را همکارمان خرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 9 ایول را فرا میگیرد. 9 ایول سال 2017 در یک مرافعه بی سابقه دانشجو دختر دولتمو اسماعیلووا خواست که فرمان وزیر معارف تاجیکستان درباره منع پوشیدن حجاب در مؤسسه‌های تعلیمی بکار شود. مرافعه به فایده دانشگاه زبان‌ها و وزارت انجامید. قرار منع پوشیدن لباس مذهبی در مؤسسه‌های تعلیمی همچون پایمالشوی آزادی‌های دینی انتقاد شده است. 9 ایول سال 2009 وکیل دفاع آخرین محبوس گوانتانامو از تاجیکستان گفت زیر حمایه‌اش محمدی دولتوف نمی‌خواهد به وطن برگردد. دولتوف یکی از 11 محبوس تاجیک زندان آمریکایی در کوبا سال 2001 در پاکستان بازداشت و در عضویت القاعده گمانبر شد. سال 2016 حکومت سربیا اجازه داد که بعد آزادی در این کشور زندگی اختیار کند. 9 ایول سال 2010 سازمان ملل متحد از افزایش با سرعت اهالی در تاجیکستان همچون عامل بالاروی سطح بیکاری و کمبود مواد غذایی در میان ساکنان اظهار نگرانی کرد. متخصصان حساب کردند که از سال 2000 تا 2010 شمار ساکنان تاجیکستان 1.5 میلیون نفر زیاد شده است. بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانه را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 9 ایول چنین اعلان کرده است.
بیننده عزیز، برنامه نوید بامدادی بود که با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما شد. این آخرین برنامه نوید بامدادی در هفته روان است. شما می توانید دوام 24 ساعت خبرهای تازه را از سامانه ما با نشان www.azadi.org و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. خود را احتیاط کنید. تا هفته دیگر روز و روزگارتان خوش.